سلام دوستان، تو این ویدیو میخوایم بریم به شهر زیبای رشت و ببینیم چرا به این نام شناخته میشه. چرا به این شهر زیبا میگن رشت؟ شادروان جهانگیر سرتیپور در کتاب وجه تسمیه شهرها و روستاهای گیلان اینطور مینویسه: مرکز استان گیلان از آبادی‌های کهن ایران بوده و نام اون در سال 372 هجری قمری با صفت ناحیت بزرگ در کتاب حدودالعالم آمده. در اون زمان بازاری در روزهای چهارشنبه در آجبیشه و یک شنبه در شهر رشت برپا می شده که به اون رشت بازار می گفتن. یعنی فرو افتاده، در گودی قرار گرفته. این صفت به خاطر این بود که هر خریدار یا مسافری که از بخش‌های جنوبی مانند رودبار یا از مناطق غربی مانند فومن و از شرق گیلان مانند لاهیجان به سوی رشت حرکت میکرد، از منطقه بلندتر به ناحیه‌ای که در سطح پایین قرار داشت سرازیر میشد. بعدها بازار از آخر نام حذف و رشت باقی موند. البته نظرات دیگه‌ای هم راجع به نام رشت وجود داره. مثلا اینکه رشت نام اصلی بوده به معنای رشته یا ریسیدن. دلیل این نامگذاری میتونست این باشه که رشت مرکز تولید رشته‌های ابریشمی بوده و بازرگانی ابریشم بسیار پر رونق.